دوستان عزیز سلام. همونطور که مشاهده میکنین خانومی به ما مراجعه کرده بودن با قد 1.70، استخوان‌بندی بسیار بسیار ظریف. ایشون 2 تا زایمان داشتن، ولی خب به علت ژنتیک خوبی که دارن افتادگی پوست نداشتن که ما براشون ابدو انجام بدیم. در نتیجه عمل ایشون لیپوی کلمبیایی شکم پهلو پشت، تزریق باسن به روش برزیلی هستش. شیپ باسن کاملا قابل مشاهده هستش. به چه زیبایی برای ایشون فرم‌دهی شده. هر طرف باسن 1000 سی سی تزریق چربی رو ما داشتیم که میتونید ببینید که به نسبت قبل از عمل ما چقدر تغییرات رو داشتیم. پروژکشن باسن بسیار بسیار عالی و زیبا شده. میتونید ببینید که به نسبت قبل از عمل ما چقدر تغییرات رو داشتیم. چربیایی که باقی مونده پهلو از جلو هستش، شکم هستش که ایشون باید برگردن و تخلیه و فرم‌دهی بشه به روش کلمبیایی. اما کاملا عضلات فیله کمر قابل مشاهده هستش. ضمن اینکه فرم وی فیله کمر که برایشون فرم‌دهی شده، فرم ساعد چنین، قوسی که پهلو از پشت گرفته، این قسمت ها چربیای جلوی شکم هستش که باید برداشته بشه. تناسب باسن با ران‌ها کاملا رعایت شده. ایشون لگنشون انقدر بزرگ نبود، حجم باسنشون به این شکلی که هست نبود. اگه با عکس قبل از عمل مقایسه کنید ببینید که به نسبت قبل از عمل ما چقدر تغییرات رو داشتیم و به چه زیبایی برای ایشون فرم‌دهی صورت گرفته. انشاءالله در ادامه عمل در خدمت شما خوب ما برگشتن. میتونید ببینید که کاملا عضلات پهلو قابل مشاهده هستش. همچنین استخوان‌های دنده، عضله رکتوس شکمی کاملا قابل مشاهده هستش. ایشون ترک داشت شکمشون، ولی خب با توجه به 2 تا زایمانشون پوستشون افتاده نبود و نمیشد برداشت که این ترک ها برداشته بشه. براشون لیپو انجام شد و نهایت کاری که میشد انجام داد براشون این بود که ظرافت شکم به زیبایی هرچه تمامتر برایشون فرم‌دهی بشه. میتونید ببینید که کاملا کات شکم در این نواحی فرم‌دهی شده کامل. اطراف ناف چربیاش خالی شده. زیر ناف، دور ناف که قبل از عمل افتاده بود و حجم بسیار بسیار زیادی به علت زایمان به نسبت بقیه نقاط شکمشون داشت، برداشته شده و فرم‌دهی صورت گرفته. شیپ باسن رو میتونید ببینید، یه فرم ساعت شنی بسیار بسیار زیبا، ترکیب لیفوی کلمبیایی و تزریق باسن برزیلی، حالا با تمرکز بر بغلای باسن کاملا دیده میشه که چقدر ما تغییرات رو داریم. اگر که بچرخیم میتونید ببینید که کاملا شکم تخت شده. ظرافت اطراف ناف کاملا با سطح شکم روی دنده ها قابل مشاهده هستش. فرم ناف که به چه زیبایی فرم‌دهی شده کاملا قابل مشاهده هستش. اینم از نمای پا زیر که میتونید ببینید که به نسبت قبل از عمل ما چقدر تغییرات رو داشتیم. لگن و پاها به چه صورت، چیزی که خودشون میخواستن پهن‌تر شده، حالا در ادامه پاها باریک‌تر میشه و یه فرم بسیار بسیار زیبایی رو پیدا خواهند کرد و بسیار بسیار زیبا خواهد بود. ظرافت شکم رو بسیار بسیار دقت کنید، چون ما خیلی فوکوس میکنیم روی این قضیه. میتونید ببینید به صافی هرچه تمامتر، بسیار زیبا و با ظرافت بسیار زیاد، با وجود ترک‌های زیر شکم، شکم ایشون فرمی که میخواستن رو گرفت.